دوستان به چنل امیرامینتون خیلی خوش اومدین. امیدوارم که کاش من میشه من میکروفون رو بزنم. امیدوارم که حالتون خیلی الکی عالی باشه. چرا همون رو شروع کردی؟ خب باید چیکار میکردم؟ از اول میکنی. امروز قراره یک ایالت دیگه فتح بشه و امروز حالا توضیح بهتون میدم احتمالش خیلی کمه که مساوی شیم. 100%. امروز قرار ایالت‌های 20 صاحب تومیرالانکا از 37 تا به 36 تا تغییر بکنه. به به به. و همینطور ایالت‌های یک نام دیگه قراره برای یک ایالت انتخاب بشه و آخر ویدیو معلوم میشه که رنگ این ایالت جدید نارنجیه یا نارنجی. خب ویدیوی امروز چون میدونه امروز میبره ربطی داره. اتفاقا امروز ویدیومون یه جوریه که اصلا معلوم نیست کی میبره. واقعا من این چی بلد نیستم بچه‌ها، مطمئنم. انگار من مثلا خیلی بلدم. بچه‌ها چند وقت پیش بذار قشنگ سورسمون رو بهتون بگم که قشنگ کپی برداریمون حلال باشه. آره. درسته؟ بله. چند وقت پیش کانال کومان که حالا یه تیکای از ویدیو یا شاید تامنیلش رو اینجا بذارم براتون، یک ویدیویی آپلود کرد به اسم کلوف. ترکیب بلوف و کوما. چه ویدیوی قشنگی هم بگم با احترام تمامی که واسه کوروش و ایمان قائلیم، خیلی تمام آدم هر اساسشون گرم. یه دست براشون بده. خب یه ویدیو آپلود کردم به اسم کلوف که ترکیبی بود بلوف و کوما. بله. بازی به چه صورت بود؟ بازی به این صورت بود که یک موضوعی مطرح میشه یا یک سوالی، درست، که مثلا در مدت 30 ثانیه چند تا، مثلا معروف ترینش بود چند تا انگور میتونی بکنی تو دهنت. چقدر خفن بود، من اونو میبردم تاجی. خب من اونقدر واسه توضیح بدم. خب استراتژیمو من اونجوری نمیچیدم که. بعد نوبتی یک سری عددها گفتم. مثلا اولی میگم من 10 تا من مثلا 5 تا انگور میکنم تو دهنم، اون میگه من 7 تا انگور میکنم، تا اینکه به یک جایی میرسید که اون یکی طرف مثلا به یک جایی رسید که ایمان گفت 11 تا انگور میتونم بکنم تو دهنم، کوروش دیگه الان نبرد بالاتر. اینجا طرف مقابل 2 تا کار میتونه بکنه توی نوبتش، یعنی 3 تا کار میتونه بکنه توی نوبتش، یا عدد رو ببره بالاتر، یا بگه برو، یا بگه عددی که گفتی رو انجام بده، مثلا بگه این 11 تا که گفتی رو انجام بده، یا بگه بلوفه. درست. خب اگه عدد ببره بالاتر که بازی پیش میره تا جایی که اون یکی اون 2 تا کار رو انجام بده. اگه بگه بلوفه، طرف مقابل یا میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. اگه بگه بلوفه و طرف مقابل بتونه انجام بده، هیچ، طرف مقابل 2 برابر چیزی که گفته رو امتیاز میده. چرا میگه هیچی؟ هیچی که هیچی دیگه، یعنی امتیاز برد دیگه. بابا نشینیم یعنی هیچی که هیچی، بردش برد دیگه. معمولا باختو میگن. من بردم میگه. بذار بچه یه بار دیگه بهتون توضیح بدم. 2 حالت داره، یا میگه برو انجامش بده، حالا بازیکن میفهمید، یا میگه بلوفه. حالا هر کدوم اینا 2 شاخه میشن. اگه بگه بلوفه و طرف مقابل انجام بده، طرف مقابل 2 برابر عددی که گفته من میتونم انجام بدم و امتیاز میگیره. اگه بگه بلوفه و طرف مقابل نتونه انجامش بده، اونی که گفته بلوفه نصف حدس طرف مقابل رو امتیاز میگیره. مثلا گفته من 10 تا میتونم انجام بدم، طرف مقابل بگه بلوفه نتونه انجام بده، من 5 تا امتیاز میگیرم. من گفتم بلوفه 5 تا. درست. حالا اگه بگه انجامش بده، با این یعنی برو با یه انگوش خاصی داره. اگه بگه انجامش بده و طرف مقابل بتونه انجام بده، طرف مقابل به ازای همون حدسایی که زده امتیاز میگیره. یعنی مثلا بگه 10 تا میتونم برم، 10 تاشو بره، 10 تا امتیاز میگیره. اگه بگه برو و نتونه انجام بده، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هیچ کی امتیاز نمیگیره. حالا ما تصمیم گرفتیم که این چالش، اسمش هم عوض نمی‌کنیم، این چالش کلوفو با یک سری سوالات جدید انجام بدیم که 7 سوال نوشتیم گذاشتیم توی ظرف قرعه کشی تومیرانوس. در ظرف قرعه کشی تومیرانوس 7 سوال انداخته شده است که به نوبت یکی یه قرعه میکشه، سوالشو میخونه، همون کسی که سوالو خونده میگه من اینقدر میتونم برم، از همون شروع میشه. در آخر برنده یک ایالت از تومیرالانکا رو فتح می‌نماید. درسته؟ نه، یک ایالت از تومیرالانکا رو به رنگ خودش در میاد، دست از صدام بیفته، و براش اسم انتخاب میکنه و یک قدم به پادشاهی تومیرالانکا نزدیکتر میشه. آماده ای؟ بسم الله تعالی. قرعه میکشی اول؟ فرقی برام نمیکنه، میکشی.
قشنگ هم بزن بعد یا فاطمه زهرا به نام من بیفته، یا فاطمه اسم من در بیاد، من ماشاءالله. بچه قبل اینکه بخونی بده من میخوام این شوخی بکنم. دو تاه؟ نه یه دونه است بده این آها دو تا. بزن یکی. قرعه این ماه به نام صدیقه خانم مبارکت باشه، ماه خانوادگی این ماه برد. قرعه گیریه قرعه بچگی چه خاطره داشت؟ بیا بخ خب چند تا میوه قرمز در طول 30 ثانیه میتونی نام ببری؟ گوشیتو در بیار آماده باشه که طرف فکر نکنه. بده من. بچه‌ها این بازی اینجوریه که آدم باید با اطلاعات آنیش به سوال جواب بده، نمیتونه مثلا بشینه فکر کنه و اینا. برای من میوازم، اگه فکری بود خیلی خوب بود. یک عدد میتونم نام ببرم. یکی بله. من میتونم این 30 ثانیه هست. خب من میتونم 2 تا نام ببرم. من میتونم 3 تا نام ببرم. تو 3 تا میوه قرمز میتونی نام ببری. اما فکر نکن. 3 تا میوه قرمز میتونی نام ببری. اما فکر نکن، داری فکر میکنی. من میتونم 4 تا نام ببرم. من میتونم 5 تا نام ببرم. 5 تا میتونی میوه قرمز نام ببری. من میتونم 6 تا نام ببرم. من 7 تا میتونم. بلوخه. نه وایس 7 تا میتونی میوه قرمز نام ببری. انجام بده. بلوف نه انجام بده. حل. 30 ثانیه چوش. گیلاس، آلبالو، انار، توت فرنگی، هندونه، سیب، آلو. هندونه پوستش سبزه. قرمز حساب میشه. تو گوگل هندونه پوستش سبزه. بزنی تو گوگل میاره. تو سرچ کردی؟ نه به خدا، ولی الان بزنی میاره. مطمئنم. چی گفتی دیگه غیر از هندونه، گیری فروت، آلو. گیری فروت؟ بله قرمز. گیری فروت چیه؟ این سرچ کن ببین. 6 تا شد. 7 تا شد. یه بار دیگه بگو بیاد مکست هم میگه. نگاه کن. گیلاس، آلبالو، انار، توت فرنگی، هندونه، سیب، آلو، گیری فروت 8 تا. قبوله. 7 تا امتیاز مبارکت باشه. باش. 7 هیچ. نجد. حلیمه خانوم مبارکش باشه. فکر کردم سوال ای خدا لعنتت کنه. حلیمه خود چی بود دیگه خدایا. واه چالش جذابمون. بچه‌ها این تنها چالشیه که تایمی نیست. چند ثانیه میتونی تومیر بکشی؟ سوری کافاته بود. با کم شروع میکنم چون نفسم افتضاحه. من میتونم 5 ثانیه تومیر بکشم. خب دیگه 5 ثانیه 11 ثانیه. تو میتونی 11 ثانیه. من میتونم 13 ثانیه تومیر بکشم. 15 دیگه واقعا میشه. 15 ثانیه میتونی تومیر. من 16 ثانیه میکشم. 16 2 بارم فرصت ده. 2 بار فرصت داری؟ آره گفتم یه بار خیلی بد میشه. خب اگه دوباره 18 ثانیه میشه. نه جمع نمیشه ها. اونم میدونم چه. تو 18 ثانیه میتونی تو. من 19 ثانیه. برو. چی نه؟ یا برو یا بلو. بس من میگم بلو. میگی بلوفه؟ آره. 3 یک نه من راه برم. چی من راه برم. برو. صدام تو دوربین میفته تو هم میشنوی دیگه. اوکی. بغل من رو برام بشنوم. باشه همین دور سرت راه میرم. خوبه؟ برو. 3 2 تو می نمیشم. خط شد. 17-18 ثانیه. چند ثانیه شد؟ 18 ثانیه. البته من 1 ثانیه دیرترم زدم. 17 درست. وایسا یه بار دیگه نفس بگیرم. هر موقع گفتم بگو. من نمیتونم قبلش بگم. هر موقع گفتم بزن. رفتی؟ داره نفس میگیره بچه. نزده بودی؟ من صدات نیومد تا این. الان من دیگه اصلا مگه نفس دارم. من چیکار کنم؟ بیا یه دونه دیگه بریم بعد من قبول بشم.
باش قراتو بگی. بعد بگید امیر بده. بعدی دیگه من اینجا رفتم نگرفتی تایم من. بابا صدات باید بشنوم. عزیز من آقا پرسید من گفتم آقا آره. اصلا گیریم پرسید تو گفتی آره. من چجوری این صدا رو رفتی که من نشیدم. بچه واسه شما اینجوری کرده نکن. الان تو شنیدی؟ نه اینجوری رفته. الان صدا من افتاد. من گفتم من قبلش نمیگم میخوام شروع کنم خودت حواست باشه. خود من فکر کردم با این صدا میگی که من بشنوم. واسه اون داری میگی؟ به تو که گفتم خودت حواست باشه. خب باشه حواسم باشه. آقا قراتو بکش. خوش کردی. باشه ول کن. بذار این سوالشو وا کنم. این سوالشو بچه‌ها گذاشتم اینجا که هنوز تموم نشد. بابا ای خدا. خب چه نمیخونی؟ صدیق خانم مبارکت باشه. در چند ثانیه میتونی در 30 ثانیه چقدر میتونی بشین پاشو بروی؟ خب اینو همین الان میدیم پس پروندهشو ببندم. حدس تو بده. 3 تا. جان من 10 تا 10 تا میدی؟ 10 من 15 تا میدم. در 30 ثانیه 15 تا بشین پاشو میدی. 16 تا 17 تا میدم. 17 تا میدی. یه بار نشستن و پا شدن یه دونه میشه. اوکی. 17 تا 18 تا میدم. 19 تا میدم. 19 تا بشین پاشو میری در 30 ثانیه. خب اگه 19 تا میره خب من بیستم. اوه 21 میدم. چی؟ 21 میدم. بلو 3 2 تایمر جلوم باشه؟ ای بابا میشه یا نه؟ دارم سوال. نه تایمر زو هم دست تو بود. اوکی. 3 2 1 1 2 نمیشینی کامل. 4 5 6 7 8 9 10 بابا کامل نمیشینی خدایی. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. آفرین. بلوف گفته بودم. آره. 42 تا امتیاز مبارکت باشه. باید برگردم به بازی. زود. بیا. قد شد. بابا دارم میکشم دیگه. خدا قد شد. بابا تو میکروفون افتاده همین 3 بار رفتم روانیم کردی تو. داداش خب باید بشنوه کسی که بغلته. من اینجا گوش تو بیار جلو خب بیارم. داداش به خدا نمیشه واقعا نمیشنوم من. جدی 1 ثانیه مونده بود 1 ثانیه رو میتونستم بکشم دیگه. داداش بابا اصلا قطع بود. به خدا تو میکروفون افتاده تو. حالا ببین اگه افتاده بود من قبول میکنم. تو 19 ثانیه رو قبول میکنی؟ آره من قبول میکنم. متاسفانه دستمو گذاشته بودم اینجوری جلو میکروفون و یه جایی به بعد نیفتاد صدا. یه قوره دیگه بکش من باز نفسم بیاد بعد دوباره میاد. البته من با قوره دارم. خودم یه نفس ندارم بهتون. چند تا اسم ورزشکار در 30 ثانیه میتونی نام ببری؟ بگو. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 6 تا 6 تا اسم ورزشکار. مرده هم قبوله؟ مرد این خیلی زیاد میشه همینجوریش. ورزشکاره دیگه نمیتونی دیگه ورزشکار باشه 7 8 8 تا اسم ورزشکار میتونی بگی؟ 8 تا اسم ورزشکار.
چون میدونم میگی. برم. نه دارم فکر میکنم چیکار کنم. الان چند تایی تو؟ من 42 تا. نه یه دونه دیگه هم امتیاز داشتی. میوه‌های قرمز رو چند تا گفته بودی؟ 7 تا. خب 49 تایی. اون گفتی 9 تا؟ گفتی 8 تا. 8 9 10 10 میگی. فکر نکن. فکر بابا نکن. خود داره 10 ثانیه 10 دقیقه فکر کردی اینجا بخوای بگی به من من. واقعا دارم به استراتژی فکر می‌کردم. اگر ورزشکار که شاید یکی نه من واقعا دارم فکر می‌کنم میتونم بگم یا نه 10 تا رو. 10 تا. 11 تا. من الان باید می‌بردم بالا. نمی‌تونم. خب برو. تو 11 تا ورزشکار می‌کنی. بله. برو 11 تا تو برو. پله، مارادونا، رونالدو، مسی، امید علیشاه، مهدی قائدی، کورتوا، دنز دونفیلد، آرنولد، دو تا امباپه، وینیسیوس جونیور. آفرین. 11 تا گفتی. آفرین. ای کاش گفتم 20 تا. آقا ما خودمون امتیازش بدیم. اوکی میدی؟ آره میدم. قبول کرد دیگه. قبول میکنی؟ قبول. 38 امتیاز ها. 38 تا گفتی بلوفه. اوکی 38 51 میدی. 11 تا ورزش 53. 50. بعدی من بابا بریم. سی و هشت 53. خوبه. شانس دارم بچه. چند تا آهنگ میتونی تو 30 ثانیه بگی؟ چند تا آهنگ؟ 7 تا میتونم. بابا واسه من اول بگم. بگو. یکی 7 تا میگی. 7 تا. یه لحظه واسه من استراتژی فکر کنم. خدای من این خیلی ضعیفم بچه‌ها. مثل حکم ورزشکار این میذارم. 8 تا میگم. 8 تا آهنگ میگی. 9 تا. برو. برم یا بلوفه؟ برو. 3 2 خارجم میشه. آره. گرگ 1 گرگ 2 گرگ 3 من 1 من 2 من 3 من 4 دلم میخواد با میخواد. اوکی. رسیدی به من نه؟ نه 10 تا جلوتری. چند تا مونده؟ 2 تا. خب میباز. اینجا میبازم. چند تا اسم دختر با ب در 30 ثانیه میتونی بگی؟ بگو. 2 تا. برو. جان برو. نه خب گفتی برو دیگه. خب برو. باران بهاره. اوکی. 40 43 50 سام. 38 بودم؟ نه 38 نبودم که. الان 9 تا گرفتم. 9 تا 5 الان 9 تا 38 و 9 تا 47 تا میشن. با 2 تا میشه 49 تا. من 50 سام. 4 تا پاس دادم. بکش. این بچه ما میدونیم دیگه چیه. چند تا اسم یوتیوبر در 30 ثانیه میتونی بگی؟ چند تا اسم یوتیوبر در 30 ثانیه؟ از کم اسم یوتیوبرها چنل نه. از کم شروع میکنیم. یکی آره. من چون 4 تا امتیاز نیاز من 5 تا امتیاز نیاز 5 تا 6 تا 7 تا میگم. آقا یه چیزی بگم مثلا تو یه چنل 3 نفر فعالیت میکنن 3 تاشون یوتیوبرن. گفتم چنل نه یوتیوبر. خب بس اینجوری 12 تا میتونم. تو 12 تا یوتیوبر میتونی بگی در 30 ثانیه. واقعا خیلی زیاده. فکر می‌کنی زیاده؟ نه جدی میدونم. 12 تا یوتیوبر در 30 ثانیه. واقعا داری فکر میکنی دیگه ناموسن. نه دارم فکر میکنم ببرم بالا یا بگم مثلا برو. من جدی میتونم. خب نشمار. باش. 12 تا یوتیوبر میتونی بگی؟ آره میتونم.
خب تو که میگی میتونم بگم، من الان دارم میبازم. من 13 تا. خلافه بود. بلوفه؟ فکر نکن دیگه الان استراتژی دیگه نمیتونی بگی که. حاضری؟ چند تا؟ 13 تا. 3 2 1. نیما تکیدو، نیواد، میا، کوروش، ایمان، ارفان تاکسیک، امیر جیزت، کیودی پای، مدگر، فرشاد سایلنت، سوگنگ، آریا کیوکسر، نه 13 تا. آریا کیوکسر با چیز تکنوبلید، یه یوتیوبر خارجی فوت شده. دیگه فوت شده تو یوتیوبرا؟ چی؟ فوت شده تو یوتیوبرا؟ بابا تکنوبلید نور دایس، بچه‌ها میدونن. چند ثانیه؟ نه بابا نزن وایسا. 5 ثانیه 2 ثانیه 10 ثانیه بگی. 10 ثانیه. بابا 7 ثانیه بود. 2 ثانیه زدم 5 ثانیه الان داری فکر می‌کنی. امیر جیزه گفتی. برو. جایزه برنده. الان من باید یک ایالت رو انتخاب بکنم، نارنجیش بکنم، براش اسم انتخاب بکنم. اونایی که تو راه ایالت جدیدید، همین رسیدید اینجا، یکم بیاین جلوتر میرسید به ایالت جدیدی که انتخاب کردن. این هم پهناورتره، هم علاوه بر جنگل بندر داره. ما میتونیم بیایم اینجا، دوباره بیایم اینجا. بعد الان میرم اونی که بهتون گفتم رنگ کنم. بچه‌ها من اینو رنگ کردم همونطور که دارید میبینید. ملاحظه بفرمایید به قول ایشون. و میرسید به بحث زیبای اسمش. درسته یا نه؟ بله. بازم تو همونطور که تو ویدیو قبل گفتم، من 2-3 تا ایالت اول تو ذهنم چون اسم انتخاب کرده بودم، دارم میخوام بر اساس همون نظم پیش برم. اگه اینستا داشته باشید، داری دیگه؟ نه دور نگاه. اگه اینستا داشته باشید و به هر حال این صفحه چی میگن؟ ریلزا رو صفحهشو چی میگن؟ اونه که برات شخصی سازی شده بود، مثلا میگن میاد توی اکسپلور. اگه توی اکسپلورتون بالا پایین کرده باشید، میبینید که چقدر در حق یک قشر از نسل زدی ها ظلم شده. نه کل نسل زدی ها خیلی بهمون داره ظلم میشه. خیلی مطالب بدی توی فضای مجازی و سوشال مدیا در راجع به نسل زد بذار من بهتر میگم. شما فقط یک عده از نسل زد رو میبینن و به کلش یه چیزی میگن. حتی اون یک عدم فقط مثلا شاید یک بار تو عمرشون اون کارو کرده باشن، یه چیزی حتی مثلا فقط، ولی مثلا میگن یا شاید نمیگن اون یک عده به چه دلیل به اون کار سوق پیدا کردن. دقیقاً نه دلیلشو میگن، نه اینکه شرایط، نه اینکه اون واقعیه، نه اینکه این یک نفر این کارو کرده بس کل نسل زدی‌ها اینجوریان. ولی یک سری اطلاعات، بذار اول یکم منطقی صحبت کنیم اصلا نقشه چیه. چون یه سری چیزا تو فضای مجازی واقعا داره انتشار پیدا میکنه، اما راجع نسل زد صحبت نمیکنه، اصلا درست نیست و جلوه بدی نسبت به یک سری از افراد داره پیدا میشه به خاطر حرفای کاملا بی اساس. من الان دارم راجع بیشتر این مطلبی که من میگم خیلی زیر مجموعه داره. چی شده؟ خیلی زیر مجموعه داره، ولی من الان فعلا دارم راجع مثلا ماهای تولد صحبت میکنم. نمیدونم فلان ماه تولد اینجوری، به سال ماه تولد اینجوری، اینا خیانت میکنن. این چه ربطی داره؟ الان یک عربی، یک انگلیسی، یک خارجی مگه میاد میگه من طبق فلان ماه شما این مثلا چیز اصلا خیلی اصلا چیزی کاملا غلطه بچه. یعنی چی که مثلا یارو آخرا معطل خودم بگم میگن چون خودش این ماه این حرفو میزنه، ولی واقعا بچه چیز غلطیه و این من متوجه شدم که این باعث شده که خیلی از رابطه ها، خیلی از دوستی ها، خیلی از مثلا جلوه اجتماعی خیلی آدما به خاطر همین مطالب غلط خراب بشه. مثلا نمیدونم چون یارو فلان ماه به دنیا اومده پس خیلی اخلاق فلانی داره پس بریم اذیتش کنیم، یا مثلا حواسمون باشه چیزی بهش نگیم. نه همچین چیزی غلطه. هر آدمی
و اصلا دو تا آدم که توی یه ماه به دنیا اومدن زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بچه‌ها زمین تا آسمون. شما میتونی مثلا یک قاعده خوب یا بدی و طبق مثلا همه افرادی که توی یک ماه به دنیا آمدن به کلشون تعمیم بدی، ولی نمیتونی بگی این حتمنه، این قطعیه. یک آدم در یک ماه با یک آدم در یک ماه میتونه شباهت داشته باشه و میتونه تفاوت داشته باشه که به نظر من تفاوت خیلی بیشتره تا شباهت. مثلا میشه یه سری ویژگی‌های فیزیکی رو اونم شاید مثلا بگن که افرادی که مثلا تو اسفند ماه به دنیا اومدن شاید بشه طبق یه سری اخبار مثلا چه بدونم مثلا رنگ پوستشون تیره تره یا روشن تره، اونم شاید مثلا اونم باز ربطی به تولد نداره، تولد نداره، اون به خاطر ویژگی ژنتیکی و با مثلا زمان یا مثلا در زمان اون ساله اینجوریه. بگو مثلا همون مدت زمان سال. آره به خاطر اونم طبق تحقیقات علمیه، نه اینکه تو با یه مثلا با یه نفر توی رابطه بودی، اون یه نفر خیلی اخلاقش گم بوده، تو نمیتونی بیا به کل همه کسایی که متولدین اون ماه بگی اخلاقو دارن. به خاطر همین بیشترین ماهی که تو این ویژگی‌های بد بهش نسبت داده شده و خودم متولدشم خرداده، یکم آبانه. آبان بیشتر از کمتر از خرداد بهش ویژگی‌های بد دادن، ولی آبان و خرداد واقعا یعنی چی؟ مثلا هر جا میگی خردادیان برو بیرون، نمیدونم فلان بکن بسال بکن، تو مودی، تو بسالی، یا نمیدونم خردادی همه رو بازی بدی. من خودم بازیچم عزیزم. خردادی نسل زدی هیچی دیگه فقط حل مراد. مثلا یارو نشون میده مثلا این ویدیوهای طنز جلوه درست جلوه طنز دارن و یه بخشش واقعا طنز، من خودم ویدیوهای طنز یادم ولی این نشون میده دو نفر با هم تو رابطن و یارو میگه من خردادی ام و اون یکی ول میکنه میره، شاید اون موقع مثلا کسی که ویدیو رو میبینه بخوام، ولی تو خودآگاهش تاثیر میذاره. مثلا پس فردا میره یه جا، مخصوصا کسی که تا حالا این کارو نکرده، ببخشید مخصوصا کسی که مثلا هیچ وقت وارد رابطه نشده، مثلا یک آدمی و میاد این ویدیو رو میبینه میگه خب باشه من حداقل مثلا اولین رابطه‌ام با همچین ماهی نرم، یا اگه میرم مثلا من اون دسته بالاتره رو دارم. اصلا خیلی چرته واقعا. مثلا بیشترین ویژگی هم که میگم به خردادی‌ها چیه؟ مودی. یعنی چی مودی؟ اینکه آدم اخلاقش مثلا عوض میشه، یه ویژگیه که در یک سری آدما هست. مثلا بگی مثلا لاغری، خب یه سری آدما لاغرن، تو نمیتونی بگی حتما این افرادی که این ماه به دنیا اومدن لاغرن. گفتم شاید بشه طبق تحقیقات علمی گفت افراد این ماه بیشتر احتمال داره لاغر باشن، ولی تو نمیتونی بگی همه افراد این ماه مودیان باهاشون نریم تو رابطه، ترجشون کنیم، جلوه اجتماعی بدی بهشون بدیم، نمیدونم اینا فلانه اینا مثلا. من یک جایش خوندم میگفت متولدین خرداد دوست دارن بقیه رو بازی بدن. یعنی چی؟ یارو مگه مثلا عروسک گردانه؟ مگه باقیه رو بازی بده به چی برسه؟ مثلا نمونهش بچه همین الان من و این من خردادی ام، حالا شاید دوست نشه بشه ما، این همه مودی تره، من تیر ماهی ام، این همه مودی تره، من خیلی مودی ام. خب الان این مودیه باید بگیم همه تیر ماهی ها مودی هست؟ نه، هر آدم بگیم هر آدمی حتی دو قلوهای همسان شما نمیتونید بگید 100% شبیه همه. من رفیق دارم دو قلو همسان زمین تا آسمون با هم متفاوت، واقعا فرق دارن. حتی نشونش هم اینه که مثلا رفیقای مثلا بعد یه سال کسی که باشون بوده راحت فرق اینا رو تشخیص میده. راحت فرق دو تا دو قلوی همسان الان تو مدرسه من خیلی راحت چرا؟ چون خدا هر انسانی رو خاص آفریده. من عین بقیه خردادی‌ها فلانم، من عین تیرماهی‌ها بسالم، تیرماهی‌ها نه، خدا همه آدم‌ها رو خاص آفریده، هممون خاصیم، هممون با هم دیگه فرق داریم و دیگه نمیخوام اینجا ویدیو رو انگیزشی کنم، ولی آره این فرهنگ‌سازی غلط باید از فرهنگ‌سازی که ما داریم. من بیشتر به جوونا داره این وسط ظلم میشه. آره خیلی داره ظلم میشه. این باور غلط باید از بین بره و این فرهنگ‌سازی باید از یک جا شروع بشه. خب دیگه چسبنده به خاطر همین من به عشق همه خردادی‌ها که یه قلب نارنجی تو کامنت‌ها بذارن اسمش روزه خرداد میخوام بدم خردادستان. خب شهرستانه و این خرداد این همه استان داره. خردادستان بچه‌ها این ایالت خردادستان من اینجا نوشتم و بچه‌ها ما یه هفته‌ای چون یه کاری داریم الان داریم یکم زودتر ویدیو ضبط می‌کنیم. امروز
فردای ویدیو فردای این روزه، ولی شما یه مقداری بدتر این ویدیو می‌بینید، برای همین تاریخ اشتباه شده، حواستون یعنی اشتباه نشده. به خصوص ضبط ویدیوهای ما یکم با آپلودها تفاوت داره که درست میشه. درست ایشالله یه روزی درست امروز 21 میشه دیگه. اینم از این خردادستان. اینو بگیم تو میرانوسی های عزیز، ایالت خردادستان آماده پذیرایی از شماست. فقط خردادی رو راه میدید؟ نه دیگه، گفتم این فرهنگ غلط باید از بین بره. فقط خردادی ها میانا، هیچکی. عالیه. بقیه ماهای سال مزخرف، فقط خرداد خوبه. بعد تو ویدیو قبل که ادیتوری بالا میذاره به من میگفت تو فقط کیا رو هیچ کیا رو نمیدی، تو خودت فقط خودت. آره و خودش الان فقط داره خردادی رو راه میده. عالیه، بی‌نظیره. ادامه بده. بقیه میتونید بیاد برید تو ایالت روز، جزیره، عشق کنید. تایتانیک، ببین تایتانیک هم اینجا داره، ولی ایران تایتانیک داریم، ولی تایتانیک مخصوص خردادیاست. به خاطر ظلمی که به خردادیای عزیز داره میشه، فقط خردادیان نه دارم شوخی میکنم بچه‌ها، همتون جا دارین، همتون ته همین الان گفت تو شوخی ها جملاتون میگن تو ناخودآگاه میمونه. اون شوخی انتشار پیدا نه اصلاحش نه دارم اصلاحش توی خردادی همین. یا همتون جا دارین. خردادی هم که اصلا نگران نباشین، شما خیلی آدم خاصی هستین، اصلا مودی نیستین، اخلاقتون به شدت خوبه. من رفیق دوقلوی پسر دارم، نه اونو میخوام ادامه میخوام بدم، به مثلا جدا جدا به یکیشون زنگ بزنی نحوه سلام کردنشون با هم دیگه فرق داره. مثلا با اینکه دوتاشون توی یه خانواده بزرگ شدن، یه ثانیه به دنیا اومدن، اصلا شعور، ادب، مثلا همه چی فرق داره. مالیاشون شبیه همه، وضعیت فکر اجتماعی. نکنید مثلا چون دوقلوان همه چیشون یک، بابا اصلا چه ربطی داره خدا وکیلی. بچه‌ها ببخشید حرفای انگیزشی من خیلی زیاد شد، ولی هر آدمی که داره توی سوشال مدیا، توی فضای اجتماعی، یوتیوب این حساب فعالیت میکنه، درسته یه بخشیشو میخواد مردم رو شاد کنه، ولی وظیفه فرهنگ سازی هم داره. به هر حال هر آدمی که توی فضای مجلس سالم میگه وظیفه داره یه سری چیزا رو به خاطر اینکه کسای بیشتری حرفشون میشنون فرهنگ سازی بکنه. همونجور که من وظیفه خودم میدونستم که بیام این حرفا رو بزن راجع به خرداد ما، راجع به این چیزای کاملا غلط، نمیتونم بگم یه بخشش درسته، 100% غلطی که دارن راجع ماهای سال میگن فرهنگ سازی بکنن. خب دیگه نمیخوام مزخرف بگم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگر از این ویدیو لذت بردین با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین برای دیدن قسمت‌های بعدی. اینکه کی پادشاه، من یه چی بگم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. من میخوام یه چی بگم، من میخوام بزنیم یه چی بگم. صاف کن دیگه. خب داری میبینی، صاف کن دیگه. باید دیگه زحمت بکشی خودمون پاره خود صاف کن دیگه. حتما باید داشت بزنم قول شکل مورد بشم من. الان تو داری فوش میدی، تعجب کردی حتمی کسی رو میدی اینجوری ویدیو رو داشته اینجوری شد. عزیز دلم از صاف کن قول شکل مورد بشم من. این ترسناک داری خود دیگه اینقدر راجع به این مسئله فرنسیسی حرف زدن خورشید موسا بود اومد تو اینجا دم شد. واقعا مطلب من تو هنوز صاف نکردی. ببین یادم صاف کن. میرانوسی های عزیز خیلی دوستتون داریم. خیلی ایالت‌های خردادستان، روز و میرال آماده پذیرایی از شما. غیر از میرال که گفت راه نمیدم، خردادستان هم فقط خردادی‌ها. ایالت روز آماده پذیرایی از همتونه. حتما تشریف بیارید. با صاف کردن میتونید وارد تومیرالانکا و تومیرانوس بشین. اگه نمیدونین تومیرالانکا و تومیرانوس قضیهش چیه، این دوتا ویدیویی که میذارم اینجا رو ببینین. حتما اولیشو حتما ببینین چون واقعا خیلی توضیح دادی. این پروژه انقدر سطحش بزرگه. چیزی میخوای بگی بگو مثلا شده. نه چی نمیخوام بگم. این ویدیو رو تقدیم میکنم به همه کسایی که در هر جایی که هستن دارن سعی میکنن باورهای غلط رو از بین ببرن و فرهنگ سازی های درست کنن، عدالت پذیرن در هر جایی که هستن. بچه‌ها ببین الان من و امین مثلا یوتیوبمون تازه تأسیسه، ویدیوهای کمی داریم، ولی باز هم راجع به این مطلب صحبت میکنیم چون هر کی در هر جایی که هست با یه نفر اگه صحبت کنه تاثیر داره. چون به اثر پرونده‌ای همه واقعا تاثیر داره. یعنی همین من یک نفر باورم رو عوض کنم، یک قدم کل کشور از بین بردن این باور غلط از شد. و نمیخوای بگی؟ نه
دیگه خب. دلم تنگ از تو هی پهلو به پهلو میشود امشب. به 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 به. تو اما شک ندارم خواب دیدی شاه هفتم را. بالا رفتیم دوغ بود غمای ما دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود شادیمون راست بود. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. خدافظ. آشغالامونم همین بود که زیاد آشغال همین الان نشد. جمع شد. آره.